تو این اپیزود قراره که با معروف‌ترین چهره ایرانی الاصل مدیای کانادا صحبت بکنیم، کسی که نویسنده است، برنامه‌ساز، خواننده و آهنگساز، مجری رادیو و تلویزیون و این روزا پادکست روکو داره. سلام به همه، من علی احمدی هستم. شما دارید پادکست دریچه رو می‌بینید و اینجا استودیوی روک مدیا است. مهمون ما امشب جیان قمیشه. جیان جون خیلی خوش اومدی. مرسی علی جان، مرسی از دعوت شما. خیلی خوشحالم که اینجاست. قربونت برم. اینجا یعنی استودیو خودم هستم. مرسی که گذاشتی که ما بیام اینجا ضبط بکنیم. تو کانادا خیلی ها میشناسنه، فیمسی، توی آمریکا هم همینطور. با روک جدیدن ایرانیای بیشتری دارن میشناسن خارج از کانادا و آمریکا، و امروز گیرت آوردیم اینجا که بیشتر باید فارسی حرف بزنیم چون اکثر برنامه‌ها انگلیسیه و ایرانی بیشتری بازم بشناسن. قرار بیشتر راجع به من مطمئنم که 5 نفر که فامیل من هستن در اهواز حتما من میشناسن. کیا؟ فامیل خودم. اوکی. قرار که راجع به مهاجرت باید حرف بزنیم و یه سری بزنیم به زندگی خودت مرور بکنیم. من به شما میخوام به اونایی که عزیزان که دارن نگاه میکنن و گوش میکنن ما رو از اولش بگم که فارسی من که افتضاحه، ولی سعی میکنم. منم یه برنامه روک که هر هفته پادکست خودمون هست در زبان انگلیسیه. بله. و بعضی وقتا اون دوستان که میان مهمون ما میشن که مصاحبه بکنن میگن که تو رو خدا بذاریم فارسی حرف بزنیم، در فارسی ما بهتر میتونیم خودمون رو نشون بدیم. منم حالا فهمیدم که انگلیسی من میدونم که اصلا یه کسی دیگه هستم وقتی که انگلیسی حرف میزنم. یه دفعه و بگم به پارسال یه مصاحبه داشتم با فرداد توی ایران اینترنشنال. اونم گفت که جیان به زبان فارسی حرف بزن. 15 دقیقه حرف زدیم و توی تلویزیون بود دیگه، تموم شد. به منم فکر کردم خوب فارسی حرف زدم دیگه. اون بچه‌ها ایران اینترنشنال هم گفتن خوب بود، خیلی خوب بود. رفتم به پرودوسر من پریسا گفتم که فکر کنم خوب بود فارسی حرف زدن. گفت که آره دیدم، بهتر انگلیسی حرف بزنی دیگه. فارسی your Farsi was terrible. خب دیگه سعی میکنم. نه قطعا اینطور نیست. ما الان باید کلی هم فارسی حرف بزنیم، میدونیم که همه چی خوبه. به اندازه کافی تو اینترویو انگلیسی داری. شاید بیشتر از چند هزار تا تو اینترویو کردی فکر کنم. که من اینترویو کردم بقیه رو آره 2-3 هزار دفعه. من خیلی وقت دارم توی این بیزنس هستم که مصاحبه میکنم. خیلی هم دوست دارم. من فکر کنم شما هم حتما این کار دوست داری. من عاشق مردم هستم. I like people. و من که بیشتر بشناسیشون توی اینترویو. واقعا من اینترستد هستم. میدونی من هر مصاحبه‌ای که میکنم من واقعا میخوام ستوری این کسی بدونم و تاریخش بدونم و همه اونا. بریم از اول شروع کنیم. کی مهاجرت کردی؟ چه اتفاقاتی افتاد از همون بچگی؟ به انگلیسی من به انگلیس به دنیا آمدم، لندن. و فکر کنم 8 سالم بود. قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران اومدیم اینجا. همون وقت من فکر کنم که 8 سالم بود، فکر کنم که پدر مادرم فکر میکردن که من به انگلیس به دنیا اومدم و فکر میکردم ما برمیگردیم ایران. وقتی که انقلاب شد و اینا دیگه معلوم شد که کار نمیشه کرد یا ممکنه ایده خوبی نباشه. پدر منم خیلی همیشه عاشق کانادا بود. اومدیم تورنتو. علی جان الان که اگر یه کسی ایرانی بگه که من رفتم کانادا خیلی چیز عجیبی نیست. انگار اومدی ایران. بله تورنتو که اصلا میگیم تهرانتو. ولی اون وقتی که ما اومدیم به قول معروف میگیم the first wave of Iranian immigrants. هیچ کس نبود. اصلا هیچ کس ایرانی من
من توی مدرسه که میرفتم، مثلا توی کامیونیتی که بودیم، در اون کوچه که خونه ما بود، هیچ ایرانی نبودن. یه چیز عجیبی هم که خنده دارم که هست که الان تمام ایرانی ها که اومدن کانادا، اومدن تورنتو. کجا تورنتو اومدن؟ اون شمال تورنتو که به اسم ثورنهیل. اون ثورنهیل همون جا که بود که ما بودیم هیچ کس نبود. الان I don't know 300,000 ایرانی ها اونجا هستن. منم هم میگم 30 سال پیش کجا بودی که میتونستی برای سپورت کنی؟ الان که خیلی فرق کرده. و شما که برنامه مهاجرت میکنی، سوژه مهاجرت میدونی که راهی که پیدا میکنی در زندگیتون خیلی بستگی داره که مثلا کامیونیتی چی هست، کی هست، میدونی. و خیلی اون وقتی که مثلا کامیونیتی ایرانی نبود اینجا خیلی اثر کرده به من. ولی انگاری هم شاید مثبت بوده هم منفی بوده. راجع به اینا خیلی میخوام حرف بزنم، چون تو دو تا تفاوت میتونی داشته باشی. خیلی از کسایی که الان مهاجرت میکنن نسل اولن، ولی تو یه جوری نسل دوم بودی و شاید اصلا نیتیو لنگویجت به هر حال انگلیسی بوده از اول، درسته؟ بله، البته که یکم هم نسل اولم بودم، چون که بچه بودم دیگه، از یه جای دیگه داشتم می اومدم. ولی بله. و انگلیسی، معذرت بخوام، پدر مادرم فکر میکردن که بهتر انگلیسی یاد بگیرم چون که ما برمیگردیم ایران. یعنی خیلی من فکر میکنم اگر میدونستن که ما داریم میریم کانادا، دیگه زندگیمون ایران نباشه، خیلی بیشتر اصرار میکردن که فارسی حرف بزنیم. البته که پرژن سکول رفتم، هیچ هم یاد نگرفتم. فقط میدونستم که ماشین ژیان یه ماشین خیلی بدیه، خیلی مسخره. ماشین خوبی بوده. اسمم شیری کار، ولی خودم که دوستش دارم. ولی و اون روزا بهتر بود الان؟ یعنی تو ترجیح میدادی که اون روزم این همه ایرانی اینجا باشن؟ میدونی یه ور ساید داستان اینه که تو شاید اونقدر با جامعه اونوری نمیرین داخل هم، وقتی اینقدر ایرانی اینجاست نه اونقدر دیگه انگیزه‌ای داری که زبانشون رو یاد بگیری. آخه یه چیزی که باید شما بدونید، چون که شما که جوونی و اخیراً از ایران اومدی، اون وقتی که ما اومدیم اینجا و انقلاب شده بود در ایران، بعد از انقلاب هاستیج کرایسیس بود، شما باور نمیتونید بکنید چقدر اینجا هر شب در اخبار، هر روز در روزنامه میگفتن این جای بدیه، این ایران، آمریکایی‌ها رو گرفتن و مسلمان‌ها این کارو میکنن و مولا این کارو میکنن. به ما هم میگفتن تروریست دیگه. یعنی خیلی بد بود. هر کسی ازشون بپرسی، هم که اگر تورنتو بودن یا مثلا لس آنجلس بودن، هر جای در دنیا بودن اون وقت، حالا که وضع ایرانی‌ها در ایمپرشن ایرانی‌ها در میدیا وست هنوز خوب نیست، ولی اون وقت که خیلی بد بود. من بچه اینجا بودم، هم دوستای ایرانی نداشتم، هم فامیلای دیگه ایرانی نبودن، و این داره هر شب در اخبار داره میگن که these are the bad people, these are the you know. و اذیت میشدیم، خیلی اذیت میشدیم. و من چقدر اگر فکر کنم الان اگر یه کامیونیتی جامعه ایرانی اینجا بودن چقدر کمک میکرد، چقدر دوست داشتم اون بدونم که بچهای دیگه مثل من هستن. حتی یه کمی هم دوست ندارم اینو بگم، چون که من خیلی فرهنگ ایرانی رو دوست دارم، فامیل ایرانی هست، از فامیل ایرانی میگم، برنامه ایرانی دارم الان در زبان انگلیسی. ولی اون وقتا راستش بگم بچه‌ها میگفتن، مردم میگفتن ژیان is it French؟ منم میگفتم، یعنی فکر میکردم اگر اونا فکر کنم من فرانسوی هستم خیلی بهتره، چون که اگر پیدا کنم ایرانی هستم میگن تروریست هستی تو. ولی این روزا خیلی اوضاع بهتر شد. شاید هم اصلا دلیلش همینه، یعنی تو مدیای کانادا رفتی و تا قله پیش رفتی، به سقف خوردی و الان تو این سالا دوباره داری برمیگردی با ایرانی‌ها اینترویو میکنی
شاید الان اون اتفاقی که اون روزا دوست داشتی بیفتی الان داره برات میفته. خیلی فرق کرده و الانم یه کمی بیشتر، یه کمی زیاد شد. یعنی یه پرابلم، یه مشکلی من که دارم با اونایی که مهاجرت میکنن اینجا، ایرانی‌ها، بچه ها میرن مثلا میان یه جایی تورنتو، مثل تورنتو، اصلا لازم نیست انگلیسی یاد بگیرن. دوستاشون ایرانی هن. آره با رضا رفتم شریف، دانشگاه شریف، حالا اومدیم اینجا. دوستاشون ایرانی هن، کارشون ایرانی هن، فامیلشون ایرانی هن. ولی من فکر میکنم که لازمه که اینجا بیاییم انگلیسی هم حرف بزنیم. یعنی اون strength کامیونیتی ما نمیتونه نشون بده، قدرتش نمیتونه نشون بده اگر economically, politically, culturally اگر انگلیسی اینتگریت نشیم با انگلیسی ها. از اون لحاظ یه کمی بده که اینقدر کامیونیتی بزرگ شده اینجا که میبینم مثلا یه دختر 30 سالگی میاد اینجا، اصلا 5 ساله اینجا هست، انگلیسی نمیتونه حرف بزنه و انگلیسی هم شده دیگه زبان دنیا، یه چیزی لازمه. این شاید مثلا یکی از انگیزات بوده واسه روک، درسته؟ یعنی تو فکر کنم روکو داری میسازی و شاید مثلا جز اون یکی از اولین کساشی یا شاید اولین کسی هستی که داری اینو به بقیه انگاری آموزش میدی که بیاین آشتی کنیم، انقدر گارد نگیریم، اگه وسط اینترویو کسی داره کلمه انگلیسی میگه یا اصلا با اکسنت داره حرف میزنه یا اشتباه حرف میزنه، فقط بذاریم اتفاق پیش بره و بیفته. ما الان 4 سال و نیمه که روکو داریم. اون وقتی که ما لانچ کردیم روکو، واقعا میتونم بگم هیچ جا در هیچ جای دنیا یه برنامه مثل این نبود که در زبان انگلیسی، یه پادکست اینطوری که با لانگ فرم اینترویوز مثل این با ایرانی‌ها، با ایرانی‌ها که بیرون از ایران آمدن و الان بیشتر شده یه کمی. یعنی منظورم اینه که هدف اصلی اصلا از این که راه افتاده چیه؟ میخوای چه اتفاقی بیفته برات؟ من فکر میکردم که من در زندگیم خیلی، من اصلا یه جوکی دارم با یه دوستم که به اسم خودم میگفتم nowhereian، یعنی nowhere، somebody from nowhere. چون که هم میدونستم که اینجا در یه مثلا یه گروه موزیک بودم، کارم بود، راک بند بودم واسه 10 سال با 3 تا بچه که کانادایی بودن، خیلی وقت مثلا فامیلشون 300 سال پیش اومده بودن کانادا. معلوم بود که من مثل اینا نبودم، میدونی، هم کاری که با فامیلم میکردم، هم ایدیا که داشتم، همه اینا فرق داشتن، با متفاوت بودن با این بچهای دیگه. یعنی میدونستم که I'm a Canadian citizen, I love Canada اینا، ولی different هستم که با کانادایی که اینجا مثلا خیلی وقت اینجا بودن. همون وقت میدونستم که اگر منو بندازی توی کوچه های مشهد، مثلا گم میشدم، همه میگفتن این کیه، این خارجیه، میدونی، یعنی کجا زندگی من کجاست، خونه من کجاست، هوم من کجاست. و من فکر کردم که ممکنه کسای دیگه باشن مثل من در دنیا که ایران خیلی دوست دارن، ایرانیان خیلی دوست دارن، فرهنگ من رو دوست دارن، ولی اینطوری گم هستن، یعنی آیدنتیتی من چیه. و روک we started روک و پیدا کردم که واقعا this is true، که مثلا لیدا در سیدنی استرالیا، رضا در برلین، فاطمه در Los Angeles، ژیان در تورنتو. Doesn't matter our age, doesn't matter our sex, doesn't matter our gender, doesn't matter how long we've been outside of Iran. ما connected هستیم. یعنی خیلی این ایرانی بودن قویه و connection با هم داریم.
و به اون جامعه اونایی که ایرانی نیستن یاد بدیم که ایرانی بودن چیه، که فقط تروریست نیستیم، همین چیزهای بد که میگن در میدیای آمریکایی نیستیم، ما یاد بدیم به همه. خیلی هم خوشحال شدم علید که این برنامه خیلی حالا داره میره بالا، 25 میلیون استریم کردیم و وقتی که من یه نامه میگیرم از یه کسی مثلا توی آلمان میگه که thank God من یه کسی پیدا کردم مثل تو که منم همین ستوری دارم که مهاجرت کردم و نمیدونستم کجا کی هستم و حالا پیدا میکنم که اینطوری هستیم. من نمیدونم شما که الان کمتر از 2 سال از ایران اومدی، شما فکرتون هست که ایرانی هستی دیگه ها؟ آره، یعنی هنوز کانادایی نیستی، ولی ممکنه مثلا 5 سال دیگه خودت هم بگی که من کی هستم، من ایرانی ام، یعنی of course که ایرانی هستیم ولی مثلا کمتر میشه که فکر کنی که آسونه. اون بچه‌ها که اینجا کار میکنن که مثلا 4-5 سال پیش از ایران اومدن برمیگردن فامیلشون ببینن میگن که خیلی فرق کرده، من اصلا ایرانی اونطوری نیستم دیگه، من حالا یک هایبریدی شدم، یه میکسی شدم. نمیدونی خونت کجاست، نه این وریه نه اون وریه. من میدونم دقیقاً چی میگی. حالا مثلا تو خیلی وقت مهاجرت کردی و سکند جنریشن، من فرستم و خیلی تایم هم کوتاه‌تره. اون چیزی که من فهمیدم، یعنی با خیلی از مهاجران اینجا صحبت کردم، این تقریبا اپیزود 11-12، مهاجرا همیشه یه بخششون ناقص میمونه تا آخر عمر. یعنی به هر حال ما هر چقدر اینجا اوضاع استیبل بشه، پیش بره، خوب بره، به هر حال یه خانواده‌ای داریم که اون ور دنیا، دوستایی داریم که به هر حال از دست دادیم. و اون اتفاقی که تو راجبش صحبت کردی یه دوره گذریه که همین نسل‌های اولیه هست که نمیدونن این ورین یا اون ورین. احتمالاً بچه‌های تو دیگه این حس رو نخواهند داشت بعدتر، یعنی فکر میکنن که یعنی خودشون خیلی دیگه بیشتر کانادایی خواهند. امیدوارم. ولی من فکر می‌کنم اون رک مدیا اون اتفاق خوبی که داره ایجاد میکنه اینه که اون یه فاصله از بین کسایی که مخصوصاً که الان مهاجرت بیشتر شده، یه سری آدم هستن که کاملا ایرانیان، یه سری هستن که این وسطن که دو زبونن و تو داری خیلی کمک میکنی که این اتفاق بهتر و روونتر پیش بره، یه سری هم هستن که اون میشن نسل‌های بعدی. این آدمایی که این بینن، یه سری هم هستن که ایرانی نیستن ولی فارسی بلد نیستن چون که ایرانی نیستن و they're interested in our stories. They want to know about. اون میشه تیکه دومه پادکست. یعنی من که دارم پادکست رو میبینم میخوام بهت بگم چه خوبیه داره پادکست. این نکته اولش اینه که فکر کنم این مرزا رو برمی‌داره و اینا رو شبیه‌تر میکنه با هم. اگه آدمایی که تو ایران هم بیشتر انگلیسی حرف بزنن از این به بعد، این آدمایی که این بینن که الان هم سر اتفاقات ایران ما خیلی مهاجرات دارن بیشتر میشن دیگه. اینا خیلی با هم دوست‌تر میشن، آشناتر میشن و رابطه‌شون با هم انگاری بهتر میشه و این وسطی‌ها احتمالاً خیلی حس بهتری خواهند داشت. این یه تیکه خیلی خوب راجع به روکه که من فهمیدم و تو فکر کنم قطعاً یکی از اولین آدمایی که داری این اتفاق رو رقم میزنی و چه خوب. و اون تیکه دومی که الان گفتم بهت میدم دقیقاً همینه که تو داری ایران رو پرزنت میکنی به بقیه که آقا ایران اونی که بوده نیست و این اتفاق تنها زمانی میفته که ایرانی‌ها بیان و خودشون انگلیسی حرف بزنن و آدما صادقانه ببینن. یعنی وقتی که مخصوصا خوبی پادکست همینه، وقتی یکی میاد جلوی دوربین خیلی بعیده بتونه یه دروغی رو توی 45 دقیقه پنهان کنه. میدونی فرامرز اصلانی خودمون که I love him rest in peace. ببین فرامرز اصلانی ایرانی‌ها که فکر نکنم کسی ایرانی باشه که فرامرز نشناسه. حتما که اون شعره که خیلی معروف بود اگه یه روز میشناسن، میتونن بخونن حتی. انگلیسی ها یعنی اونایی که ایرانی نیستن یعنی he's one of our top. من اصلا میگم که لنارد کوهن ایرانه. لنارد کوهن هم که is one of the top English artists ever از کانادایی. اونایی که ایرانی نیستن they have no idea who فرامرز اصلانی is. اصلا فرامرز اصلانی نمیشناسن. فرامرز اصلانی، انگلیسی فرامرز اصلانی شما میدونید که
اون زمان انقلاب رفت انگلستان، اونجا کار کرد، ژورنالیست بود. بعدش همون موزیک میزد و رفت لس آنجلس، واشنگتن، دیگه 40 سال اینجا بود که قبل از اینکه مرده بود. خیلی انگلیسیش خوبه، اصلا سپوکس پرسنه در انگلیسیش پرفکته. یعنی یک کسی که آیکون ایرانیا هست، انگلیسی هم میتونه حرف بزنه، شعراش عالی هن، آهنگاش بهترینن. هیچ کسی که بدون ایرانیا اینو نمیشناسن. و وقتی که ما اولین مسابقه که کردیم، من شانس آوردم که 3-4 دفعه ما با فرامرز مسابقه، دوستم خیلی دوست خوب شدیم، ولی اون اولین مسابقه که کردیم مثلا 4 سال پیش خیلی عجیب بود واسه من. علی گفت که این اولین مسابقه در زندگیم، حالا 70 سالش بود، اولین مسابقه که در زبان انگلیسی دارم میکنم. نمیدونم چطوری میگی، ضرر داره. یعنی خیلی بده که یه کسی مثل این هیچ کس در دنیا نمیشناسنش. و من فکر میکنم اگر حالا نمیخوام خودم تعریف کنم، ولی دخترشونم 2 تا دختر داشت فرمز که انگلستان هستن، اونا هم فارسی نمیتونن حرف بزنن. اصلا گفتن که thank God که این مسابقه داشتیم که ما هم میتونم به دوستام پدرم نشون بدم، پدر خودم نشون بدم. من فکر میکنم واسه اون لازمه که ما یه برنامه انگلیسی داشته باشیم که دنیا یک کسی مثل فرمز اصلانی بشناسه. و انگار مثلا قبل از روک هیچ کس حواسش به این نکته مهم نبوده و تو مرسی که حواست بوده و داری این کارو میکنی. پول نیست. It's not a big business to do something in English for the Iranian community. ولی من خیلی این ایده میخواستم، خیلی وقته، اصلا فکر کنم 20 ساله دارم فکر اینو میکردم. یه سال قبل از این که رو که شروع کنیم، رفتم 2-3 جا توی آمریکا و با خیلی ایرانیان معروف که میشناختن گفتم این ایده دوست داری؟ گفتن آره، ولی نمیدونم کسی گوش میکنه یا نه. یکیش هم گفت که بعد از 10 اپیزود میخوای به کی حرف بزنی، تموم میشه دیگه. ماز جبرانی، عباس میلانی دیگه کی هست؟ حالا الان 400 تا اپیزود داشتیم و هنوز خیلی مردم خیلی عالی داریم میاریم توی برنامه. حتما یه جایی هست واسه برنامه مثل این. و آیا اون آدینس خارجی که می‌خواستی الان اضافه شده؟ یعنی همچین فیدبکی گرفتی که خارجی‌ها دارن ایرانی‌ها رو بهتر میشناسن؟ بله حتما. که مثلا یه کسی میگه که این من دارم I'm following this academic that I never knew before. بیشترش هم honestly که بدونن که مثلا ایرانی‌ها کی هستن. من هر برنامه، هر اپیزود، نه هر اپیزود، بیشترشون من شروع میکنم با یه اسه، یه گفتگو در یه سوژه، مثلا something about being Iranian. خیلی هم مثلا برنامه داشتیم که about Iranians and cars or food و این چیزا که سیاستی هم نیستن، ولی که مردم میگن oh I have a better understanding of Iranians now. منم نمیخوام فقط این کار نمیکنم واسه پابلیک سرویس، یعنی دوست دارم که خودم دوست دارم برنامه انترتینینگ باشه، اینترستینگ باشه، مردم دوست داشته باشن گوش کنن و نگاه کنن. فقط واسه we're not just doing something for the sake of like Amnesty International or something. ولی فکر کنم واجبه. آره، من فکر کنم اتفاق خیلی خوبه و مرسی ازت و داره میفته. برگردیم به اون دوره‌ای که از اول مهاجرت شروع کردیم. جیان قمیشی توی لندن به دنیا میاد، 7-8 سالگی مهاجرت میکنه به کانادا، علوم سیاسی میخونه، پالیتیکس در دانشگاه History and Political Science. بله. ولی نهایتاً اونجوری که من شنیدم از جنریشن های قبلتر تو کانادا دختراشون
یه دفعه ژیان قمیشی تبدیل میشه به کراش دخترای اون دوره توی بند موزیک، سر و کله‌اش پیدا میشه و چه اتفاقی افتاده. I like how you talk about that as a history. چه عجب چطوری شد که نگاش کن الان. ببین من همیشه موزیک دوست داشتم. وقتی که بچه بود، گروهی که شروع کردیم که دانشگاه تمام کردم، یه گروه راک بندی که داشتم که 18 سال فقط اون کارم بود که تور میکردیم و 9 تا آلبوم داشتیم و اینا. اون من توی گروه میخوندم و شعرها رو نوشتم و گیتار میزدم و درامز میزدم. اولین ساز من درامزه. وقتی که بچه بودم توی انگلستان، فکر کنم 4 سالم بود، یه برنامه بود توی BBC، نمیدونم چه اتفاقی شد که من آوردن اونجا، من درام میزدم، یه بانگوز میزدم اینا. یعنی همیشه اینو دوست داشتم. و سوال شما چی بود؟ داشتم میگفتم مثلا یه خورده از اون روزایی بگو که یعنی تو یه اولش مثلا یه دهه داشتی فقط موزیک کار می‌کردی قبل از اینکه وارد مدیا بشی. اون موزیکم خیلی دوست داشتم. موفق هم بودی و خیلی موفق شدیم. خیلی چی شد که تموم شد؟ یعنی اکسپلور کردی اون چیزی که می‌خوای نیست که وارد مدیا شدی یا چه اتفاقی؟ من فکر می‌کردم مثلا این کارمه دیگه واسه تمام زندگیم توی این گروه. خیلی هم گروه 4 نفر بودیم، خیلی نزدیک بودیم، خیلی دوست صمیمی بودیم، ولی یکی از بچه‌ها سختی داشت، دراگ می‌خورد و اینا دیگه. لازم بود که ما اینو استاپ کنیم. اولش خیال کردیم که تمپورری استاپ می‌کنیم، ولی دیگه معلوم شد که نمیتونیم برگردیم با هم. منم فکر کردم سولو کاریر درست می‌کنم. من یه آلبومی هم ضبط کردم که سولو آلبوم بود. هیچ وقتم ریلیز نکردم، یعنی هنوز دارمش. نمیخوای الان ریلیز کنی؟ نمیدونم، آخه الان 20 سال شده، نمیدونم. خیلی جالب باشه اگر این کارو بکنی. بله جالبه، ولی من الان نیست، من 20 سال پیشه. ولی اسمشو بذار من 20 سال پیش و اینجوری. آره اون کاری که میتونم بکنم. تمام اون وقت علی که توی گروه بودم که دنیا رفتیم، تور کردیم، خیلی خوب بود. یه شعرهایی نوشتم که خیلی معروف شدم و پول گرفتیم و این چیزا. تمام وقت ولی حس می‌کردم که دوست دارم توی میدیا باشم. 2-3 دفعه مثلا واسه واشنگتن پست نوشتم و گلوبال میل، تورنتو استار. همون وقت که توی گروه بودم حس می‌کردم this is what I want to do. بعدش یعنی 22 سال پیش بود، 2001-2002 شروع کردم توی تلویزیون کانادا. الان در واقع یه ژیانی داریم که هلوش چند سالشه؟ که موقع 30 و چند سالشه، ولی یه جوری استار همه کانادین پیپل میشناسنش و اوضاع مالیش هم فکر کنم از موزیک میشناسن. آره ولی بعدش اوضاع خوب شده دیگه، یعنی احتمالاً اوضاع مالی هم اون روزا باید خوب بوده باشه. و حالا اونجا چی؟ اونجا بازم ایرانی بودن اثر میذاشت که اذیتت کنه؟ تو الان دیگه یکی هستی که معروفی، همه میشناسن. خیلی عجیب بود. مرسی که اینو پرسیدید، چون که اون وقتی که من رفتم توی تلویزیون، باور کنید الان کانادا امروز فکر نکن، همون 20 سال پیش بود، خیلی وقت پیش نبود. 20 سال پیش من فکر کنم فقط مثلا 3 نفر بودن که سفیده بودن توی تلویزیون کانادا. ما هم میکس میکردن که ژیان و ایان انمنسینگ و یک کس دیگه بود، شام جامدر. We were like the 3 guys. هنوز آزاردهنده بود. منم خیلی معروف نشده بودم که ایرانی بودم. دوستای من که میدونستن، همون اونایی که هم گروه من فالو میکردن میدونستن که من ایرانی هم، چون که بعضی وقتا یه لغت‌های فارسی توی شعرهای انگلیسی میزدم که اون مینوشتم. ولی اون وقتی که توی تلویزیون که شروع کردم، نشنال تلویزیون بود که همه میدیدن منو، نمیدونستن. بعضیا و تو هم مشکلی من اصلا نداشتی. یه جایزه گرفتم از
پاکستانی اسوسییشن که گفتن ما چقدر دوست داریم یکی از مال ما معروف شده، بعدش گریک ها گفتن این گریکه، بعدش ساوت امریکا، اصلا نمیدونستن این کیه، این چیه. و تو هم هیچی نمیگفتی چون منم گفتم بذار همینجوری باشه. نه اینطوری هم نبود که چون که بعد از یه وقتی پیدا کردن که من این اولش دارم میگم، مثلا بعد از 6 ماه من نشون میدادم که ایرانی هستم. مثلا اون 2003 فکر کنم بود، یعنی 21 سال پیش اولین مصاحبه با آریان که بیرون ایران باشه با آریان بند کردم. آریان بند یاد میاد؟ آره. اون وقت هم خیلی چیز عجیب بود که مثلا یه گروه پاپی اومده از ایران با دخترم هست توش، مصاحبه کردم. اونم 2-3 نفر از رژیم هم اونجا بودن که نگاه میکردن چی داری میگی، چی داری میپرسی، ولی خیلی مثلا اون کارها رو میکردم. ولی دیگه آره I was a Canadian TV person. اوکی و اینجا دیگه جیان قمیشی به این نتیجه میرسه موزیک بسته برام، میخوام برم تو مدیا و حالا چی میشه که یه دفعه سر از CBC در میاره و یه برنامه میسازه به اسم کیو که انقدر میگیره، انقدر مخاطب داره و میخوام خودت اصلا راجبش بگی، یه خورده پرزنتش کنی که چقدر ویو داشته، چون خیلی نمیدونن راجبش. اولش که توی تلویزیون بودم، فرست CTV، بعدش رفته بودم CBC. یه برنامه خیلی دوست داشتم، برنامه بود، برنامه پلی. اون بعد از 2 سال اون چیز شد، اخراجمون کرد. ریتینگش خیلی خوب نبود و خیلی هم عجیب بود. من توی یه نیوز نتورکی بودم مثل ایران اینترنشنال، مثل چیز CNN، ولی برنامه من با موزیک و این چیزا بود، اصلا یه کمی آف بود. بعد از اون ولی CBC گفتن ما دوست داریم، میخوایم یه چیز نو درست کنیم. من واسه 1 سال یه برنامه دیولپ کردم. اون وقتم یاد گرفتم ولی که توی رادیو خیلی خوبم، یعنی صدای خوبی هم که از اول داشتی. صدام خوب بود، تاثیر داشته. آره در رادیو خیلی من دوست داشتم. من خیلی دوست داشتم. معلوم شد که بهتره توی تلویزیون صورت هم نباشه. زیادی عاشقت میشد. صدام فقط بشنون اوکی. منم خیلی رادیو رو دوست دارم، خیلی. در زبان انگلیسی میگیم theater of the mind. یعنی somebody is listening. الان پادکست شده. That's the same reason people like podcasts. They're listening and they can conjure up their own images. وقتی که توی تلویزیون هستیم، شما که میدونی هر چی داری ویژوالی میدی به مردم، اون بیشتر، اون فوکس بیشتر روی اون میکنن یا تا مثلا حرف زدن اون کانتنتمون. من از تلویزیون که رفتم به رادیو میدیدم که همون کار داشتم کردم ولی دارن گوش میکنن الان. اون وقت میگفتن این سرش موهاش رو اینطوری گذاشته یا ژاکتش دوست دارم، یا اون فقط یه صدا بیشتر تصور میکنه اصلا تو هر چی تو ذهنشه، تو چه شکلی هستی یا کی هستی، ایمیجین میکنه که چیه داستان. منم به شما گفتم که مسابقه خیلی دوست دارم بکنم. یه برنامه شروع کردیم که it's going to be a 2-hour show on CBC Radio که long form interview باشه، یعنی اینترویو های دراز، 1 ساعت اینترویو مثلا. اون وقت هم اون قبل از اینکه پادکست ها اینا الان یه کمی برگشته، مثلا جو روگن و شما همین all these podcasts are doing long interviews. خیلی وقت بود که اون دیگه تمام شده بود و همه گفتن که همه مردم اون جوونا especially که ADD دارن، نمیتونن فوکس کنن، همه چی باید شورت باشه. من میخواستم یه برنامه شروع کنم که لانگ فرم باشه، پاپ کالچر هم باشه، مثلا نمیدونم جیزی بیارم، نخست وزیر بیارم، هر کسی بیارم اونجا قاطی بکنیم. و خیلی هم CBC میگفتن که اگزیکیتیو ها میگفتن که این دیگه نمیخوان به این نمیخوان گوش کنن مردم.
آدینس CBC هم خیلی سن بالایی داشتن. منم جوون بودم و anyway شروع کردیم و همینطوری رفت بالا. اولش یه برنامه تورنتو بود، بعدش رفتیم به مورنینگ، بعدش نشنال شد، بعدش آمریکا هم گذاشتنش و بعد از مثلا 6-7 سال میلیون ها در روز داشتن گوش میکردن اینو به اسم کیو. and honestly variety show بود. اصلا در یه ساعتی با یه کسی حرف میزدم سر سیاست، بعدش یه مسابقه داشتم با یه کسی که کتاب نوشته، بعدش با یه راک بندی اونجا بودن. خیلی جالب بود، خیلی هم بیبی من بود دیگه. واو. و من میدونم اون سالا مثلا 2009 فکر کنم 2011 و اینا تو کلی جایزه هم میبری به عنوان بهترین کسی که داره این اجرا رو انجام میده یا اینترویو میکنه. دوباره یه اوج دیگه داریم توی ژان قمیشی. یه اوج قبلی داشتیم موزیک بود، دراپ شد با اون اتفاقی که برای دوستش افتاد. دوباره ژان قمیشی همه دارن میشناسنش، مخصوصا آمریکا، کانادا، کلی آدم میلیونا بهش گوش میدن و یه اتفاق بعد باز دوباره سال 2014 میفته. همینطوری بالا پایین. اون چقدر سخت بود؟ اون خیلی سخت بود. اونم لازم بود که برم دادگاه. خوشبختانه اونم تمام شد، اونم رفتیم بردیم توی دادگاه، ولی خیلی سخت بود و اون وقتم بیشتر مثلا روحی یا فاینانشالی یا همه چی؟ همه چی از همه چی بود، ولی یه کمی هم مثل اون من فکر میکردم مثلا اون وقتی که گروه موزیک من تمام شد خیلی داشتیم معروف میشدیم. توی برنامه لیت نایت تلویزیون بودیم ما در آمریکا و اینا، خیلی آدینس های بزرگی داشتیم. من گم شده بودم، فکر کردم خب این که تمام شد من الان چیکار بکنم. یعنی اون حس داشتم که این دفعه هم که بزرگتر افتادم گفتم اوکی باید الان چیکار کنم و فقط من میدونم که یعنی باید یاد بگیری هر دفعه یه چیز خوبی یا بدی بشه در زندگی باید ازش ببینی که این یه اپورتونیتی هست که درس بخونی یا یه چیزی یاد بگیری ازش، ولی بعد از اون باید بری جلو. و من گفتم حالا چه کار میخوام بکنم. اون وقت که 2 سال رفتم نیویورک توی رادیو کار میکردم و اینا، ولی گفتم من میخوام وقتی فکرش کردم که من میخوام یه کاری بکنم با کامیونیتی ایرانی. یه کتابی هم نوشته بودم علی، همون 2012 اونجا من دیدمش تو آره اسمش هم 1982 اونم خیلی معروف شده بود و نمبر 1 شده بود. اون فکر کنم خیلی مثلا مرتبط با همون اتفاقاتی که تو از بچگی تا بزرگی برات افتاده، اذیتایی که اصلا ستوریشه که یه پسر ایرانی اومده کانادا، هیچ کسی نیست و he doesn't fit in. It was a funny book. یعنی داستان خودته ولی داری روی یه نفر دیگه. بله و خودم مسخره می‌کردم ولی بستگی بود که ایمیگرنت بودم، ایرانی بودم. یعنی این فیلم توی زندگی من که گفتم به شما که از اون 8 سالگی به nowhere کجا where do I fit in به اصطلاح، اون در این کتاب هم نوشتم. همیشه این برنامه کیو هم که داشتیم حرف میزنیم با این برنامه رادیو که خیلی 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 successful شده بود، اولین اپیزود کیو من فارسی حرف میزدم. حالا فارسی هم که از اینم بدتر بود ولی یه چیزایی یاد گرفتم که بگم که یه کمی جوک بود که چون که گفته بودن که تبلیغ کرده بودن که ژیان قمیشی یه برنامه نو داره شروع میکنه بیگ نشنال شو اینا. من شروع کردم به زبان فارسی که مثلا همه گفتن این چیه چی داره میگه.
از همون وقت در اون برنامه هم گفتم I don't know where I fit in و اینا. یعنی این theme همیشه با من بوده. همینه که I guess من 6 سال پیش دیگه شروع کردم که اوکی چی میتونم درست کنم که به بچه‌ای مثل من که ایرانی هستن ولی داخل ایران نیستن و اومدن اینجا مهاجرت کردن و نمیدونن کجا زندگی کی هستن و اینا چی میتونن درست کنم. همون شد روک. خیلی جالبه همیشه این مثلا اتفاقات بد که میفته ما فکر میکنیم که چقدر بده ولی خیلی موقع نمیدونیم انگار اینا میفته که دقیقاً ما رو هول بده به یه مسیر دیگه. شاید مثلا اگه اون برات نمیافتاد شاید هیچ وقت مثلا روکم به وجود نمی اومد. Of course. In English میگیم که a blessing in disguise or silver lining این چیزا. البته که یه چیزایی هست که اینقدر بد هستن که نمیتونین اون وقتایی که همون وقت که اون اتفاقات خیلی بدی افتاده بود واسه من پدرم مرد. همون وقت پدرم جلوی من در جلوی من مرد. اینم اسم پدرم فرهنگ اینم امضاش کرده بود. من 20 سال پیش تتو گذاشته بودم و این تو همون سالای سخت همون وقت همون هفته اون آره یعنی از اون نمیتونم مثلا بگم چه بلسینگی بود که پدرم مرده چه چیز خوبی ولی درست میگی که من یه چیزایی من یاد گرفتم در زندگی من. خیلی زندگی اینترستینگی داشتم. حالا شما یه کمی داری یاد میگیری امروز که مثلا تمام دنیا بودم، میوزیشن بودم، ژورنالیست بودم و نمیدونم چی، ولی یه چیزایی یاد گرفتم که من میدونم که تا اینجا تا عمرم تا تو این دنیا هستم میتونم به همه بگم. یکیش که you don't know what's going to happen tomorrow. یعنی واقعا نمیدونی فردا چی میشه. یعنی همیشه باید I think it was عمر خیام گفته بود که the present is your life. This moment, what's happening right now, this is your life, not what's happening later or before. But the other thing, یه چیز دیگه هم که یاد گرفتم که change, تغییر will do you good. You have to, anytime there's change, ما میترسیم که یه چیز یه تغییری بشه در زندگیمون ولی بیشتر وقت چیز خوبیه. از اون یاد میگیری و میری جلو. آره همینه دیگه. تهش تو از اون اول انگاری گم کرده بودی خودتو و نمیدونستی خونه کجاست، چی کار باید بکنی یا کی هستی. بعد این همه اتفاق و امروز حالا بعد این هم اون حسه بالاخره درست شد یا میشه یا بالاخره همیشه با ماجرا میمونه؟ That's a good question. I think honestly to a certain extent that displacement, that taking somebody, a kid, a 25-year-old, whatever, from one place and putting them somewhere else, and some of the difficulties that come with that, the hole that creates, the anxiety or the questions about oneself that creates never go away. You never totally fit in the same way. So what I was trying to say in Persian there was you fit in because you realize that there's others in a more increasingly globalized world, that there's others who have the same experience. So whether it's you or me or Shadab or anybody, we all have the same, we're experiencing the same thing in different ways. But that's not the same as the comfort of living in the same house with the same community, with the same neighbors, with the same friends, with everything kind of safe for your whole life. و مرسی که بودی اینجا. من خیلی خوشحال شدم که باهات مصاحبه کردم چون که
خیلی علاقه مشابه به هم داریم، هم موسیقی هم مدیا و خیلی لذت بردم. مرسی که دعوت رو قبول کردی و اینجا بودی. مرسی از شما، مرسی واسه دعوتش، مرسی واسه سوالای خیلی خوب و خوشحال شدم که اومدی استودیو ما. مرسی. امیدوارم که روک هم هر روز بهتر پیش بره و موفق باشی. Thank you brother. مرسی.